یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد سزگه بلسن. بسم الله و صلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم برادران کرام. این یک موضوعی که امروز به شما میرسانیم حاضر وقتنده از موضوعهای مهم شده ماند. رسول خدا مرحمت میکنن. قال نبی صلی الله علیه و سلم من له کین فلیس له دین. یعنی رسول خدا مرحمت میکنن که کدام انساننده کینش باشد تا که این انساننده دینش نمیشود. مؤمن آدم باید در قلبش نسبت دیگرها ذره فکر بد نگه ندارد. اگر مؤمن آدم نسبت دیگر مؤمن دیگر انسان قلبشنده کینه کدرت نگه داشته، وقتی که با انسان رو پرا بشود همون کینه خود را ظاهرا یا باطنا یادآوری کردن کتی برای خودش نیکی را کسب نمی کند. برای همین برادران کرام این دنیا غنیمت است. از این دنیا امروز یا فردا می رویم. وقتی که می رویم آن کینه که نگه داشتیم البته دانیم که ترازی نیکی مانده آن چیز نمی شود. عوض این به سوال برای ما وضع می شود. باید برادرها جای آن کینه و محبت مؤمنان را و برای و این چیز عوض جای وی به قلب مانده برای انسان ها محبت ها نگه داریم. قلب ما قرآن جا کنیم. فکر و ذکرمان را با آن چیزی که برای ما دنیا و آخرت منفعت بشود و همه چیز بند کنیم. الا برای خدا ما فقط جور میکنیم و خلاص. السلام علیکم و رحمت الله. یا حبیبم یا